بزرگترین حسنی که استاندارد 34000 داره این هستش که ورودی خروجی فرآیندها به هم دیگه وصله. این بزرگترین حسنشه، به دلیل اینکه همزمان که شما دارید روی گرید مشاغل و روی گریدینگ شخصی بچه‌ها کار می‌کنید، یعنی رو بحث توسعه شغلی آدم‌ها و مسیر شغلشون، دارید روی شایستگی آدم‌ها هم کار می‌کنید. پس بنابراین مدل شایستگی سازمان رو هم شما می‌تونید در بیارید. ما اومدیم بر اساس اون فرم‌های نظرسنجی که توی مدل 34000 هست خودمون رو یه ارزیابی کردیم. متأسفانه حالا در حد صفر نبودیم، ولی خب خیلی هم امتیاز بالایی نیاوردیم. شاید براتون جالب باشه که چرا ما استاندارد 34000 رو انتخاب کردیم. ما مطالعات زیادی روی مدل‌های مختلف انجام دادیم. حداقل تجربه 30 ساله خود من در حوزه منابع انسانی این بود که ما نیازمند این هستیم برای سازمانی با این اسکیل این حجم از اطلاعات رو کجا نگهداری بکنیم. شاید شما اگه شرکتی باشه که 70 نفر باشه، این اطلاعات و دیتا رو بتونید در یک فرمت اکسل داشته باشید، ولی برای 1800 نفر 1900 نفر حتما باید شما این نرم افزاری داشته باشید که بتونید کل این دیتا رو در اونجا جمع آوری بکنید و بتونید خروجی خوبی ازش بگیرید.